سلام دوستان، با کانال نکتاب خوش آمدید. چیزهای جالب و حیرت آور در این دنیا کم نیستند. همیشه یک چیز پیدا می شود که آدم را سورپرایز کند و آدم از حیرت سرش را خورد. در این ویدیو یک جای سراغ همان چیزهایی می رویم که شاید بار اول آنها را می بینیم. تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک موندن را فراموش نکنید. салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Некатоб ва сарпаси барномаи имрӯзаи канали Некатоб. Ин ширкати 1x мебошад ки ссилкаша ман дар аввалин комментария закрепит карда мемонам. касоне ки мефаҳмед ин чӣ ширката, метавонед дуроен бозиҳотонро давом додан гирем ва промокоди некаро истифода барем. ба шумо $100 бонус метиҳанд ки барои депозити аввал ба шумо хеле ёрдам мекунад. хайр дӯстони азиз, ссилка дар аввалин комментария закрепит кардагай. боқи монда видеоро тамошо мекунем. рафтем. پریدن روی 10 پلت با یک چرخه. نام این مرد مایکل لار بوده، در بریتانیا زندگی میکند. او دوچرخه سواری هنرمندی بود که 11 سال پیش تصمیم گرفت که هنرهایش را افزایش دهد و برای همین استفاده از یک چرخه را شروع کرد. مایکل حالا توانسته است که یک چرخه را با BMX یک جایه کرده استیل مخصوصی خودش را به همه نشان دهد. او از کار خودش خیلی راضی است و رکوردهای زیادی گذاشته است. یکی از این رکوردهایش پریدن از بلندی 147 سانتی متر با یک چرخه می باشد. در بریتانیا هم جایزه های زیادی را به نام خود کرده است و کسی به اندازه او نمیرسد. او با یک چرخه از دیواری راست هم بالا برآمده میتواند، اما خودش پریدن با یک چرخه را بیشتر دوست دارد. او پلت های چوبی را روی هم قرار داده از بلندی آنها میپرد. در این صحنه هم میبینید که او چگونه 10 پلت را روی هم گذاشته یک باره با بالای پلت ها میپرد. مردم واقعا از کارهای او به حیرت میآیند. بعضی از ما روی دوچرخه هم به درستی حرکت کردن نمیتوانیم، اما او روی یک چرخ اینقدر حرکت های جالب را اجرا کرده میتواند. افتادن اژدها از آسمان. چنانه که میدانید اژدها یک پرنده افسانه‌ای است که نفسی آتشین دارد و قدرتش هم خیلی زیاد است. حالا به شما کامرایی را نشان میدیم که میگویند از یک اژدهای واقعی ثبت شده است. کسی که این ویدیو را ثبت کرده است گفته است که او با چشم خود دید که 2 اژدها از آسمان به زمین افتادند. بسیاری آدمان با دیدن این ویدیو حیرت زده شده بودند و میگفتند که در حقیقت اژدها وجود داشته است. اما گپ در آن که این اژدها نو مجسمه است که در جنوب غرب یمن ساخته شده است. این مجسمه را تهیه کنندگان برنامه تلویزیونی اسپانیایی با نام کوارتو میلنیو ساختند. موضوع این برنامه اساساً موجودات افسانه‌ای هستند. بعضی از آدمان اعتقاد دارند که بر اساس یافته‌های دانشمندان اژدها در حقیقت وجود دارد، اما ما به این باور نمی‌کنیم، چون که این حیوانی که اینجا خوابیده است در حقیقت یک مجسمه است. اما کسانی که به این ویدیو باور کردند به آنها حق می‌دهیم، چون که این مجسمه در حقیقت به یک اژدهای زنده مانندی دارد. برای همین میگویند که هر چی را که در اینترنت دیدید با آن باور نکنید. خیر $16,000. یکی از کارگران یک رستوران خرد در نیو همشیر در امریکا وقتی خیری 5 رقمه را دید نزدیک بود که اینفارکت شود. گپ در آن که مشتری که این خیر را به آنها داده بود در قسمت بری رستوران میشیند و چند خوراک و نوشیدنی سفارش میدهد. خوراک‌هایی که او سفارش داده بود $37.97 میشدند، اما تصمیم میگیرد که با مبلغ $16,000 به آنها خیر کند. کارگران این رستوران وقتی موضوع رو میفهمند خیلی حیرت زده شده با صاحب رستوران صحبت میکنند. صاحب رستوران هم فکر میکند که مشتری در حال خود نبوده است و در حالت فراموشی این رقم ها رو نوشته است. اما مشتری به آنها میگوید که اینجا هیچ خطاگی نیست و خودش این خیر رو به آنها داده است. بعد پیشخدمتی که این خیر را گرفته بود تصمیم میگیرد که آن را بین دیگر کارگران تقسیم کند تا آنها هم از خیر کرده آن مشتری استفاده برند. خانه میستر تایگر. مردی که خود را میستر تایگر مینامد تصمیم گرفته است که شاید ما هم برای آن آرزو کرده ایم. او خانه و زندگی خود را رها کرده به بیرون شهر رفته است و در درون یک کوه خانه میسازد تا از جمعیت دور باشد و به آرامی زندگی کند. این مرد 35 ساله توانسته است که درون یک کوه را تراشد و یک خانه افسانه‌ای سازد. او بعد از زحمت‌های فراوان توانست که بعد 6 هفته یکی از حجره‌هایش را تیار کند. خلاصه بعد مدت زیادی کوهکنی، اره‌کنی و بالغ‌کوبی او توانست که یک خانه زیبا و کوچکی را بسازد. او برای این خانه‌اش همه چیزها را مهیا کرده است. درون خانه آب و برق هم دارد و یک آشخانه ساخته است که بیرون از حجره‌اش از آن استفاده می‌برد.
بله، چنانه که خودتان فهمیدید، برق این خانه با پنل های آفتابی تامین می شود. ساخت این خانه و زحمت های این مرد نشان می دهد که اگر آدم خواهد می تواند که در دل کوه یک خانه زیبا بسازد. چوپانی با درون. چوپان ها هم مثل انسان نسبت محیط اطرافشان فهمی زیاد دارند و به همین خاطر چوپان و سگ گله می توانند آنها را اداره کنند. اما چوپان های هلندی تصمیم گرفتند که از یک راه دیگر برای هدایت گوسفندهایشان استفاده کنند. آنها از درون های استفاده بردند که در ترکیبش میکروفون دارد و از راه دور گوسفندها را به هر طرف که خواهند اداره میکنند. تحقیقات نشان دادند که گوسفندانی که با درون هدایت میشوند استرسی کمتر دارند، یعنی این راه بهتر از گرفتن چوپان و یا سگ چوپانی است. آنها معین کردند که گوسفندانی که با چوپان یا سگ چوپانی اداره میشوند تپش دلشان بیشتر است، یعنی که حیوانات هم استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته را دوست می‌دارند. یک فایده دیگر این راه هم این است که چوپان می‌تواند به کارهای دیگرش مشغول شود و تمام روزش را برای کنترل کردن و بردن آوردن گوسفندان صرف نکند. از طرف دیگر به سگ‌ها هم دیگر نیازی نیست، چون که درون‌ها نه خوراک می‌خورند نه آنها را آموزش می‌دهیم. فقط پولت آن را در دست گرفته به جای لازمه آن را اداره می‌کنیم. لحظه ایستادن فلامینگوی کوچک. بیایید اولین قدم‌های این موجودک کوچک را می‌بینیم. فلامینگوها پرنده‌های زیبایی هستند و فرزندان خردی زیبایی دارند. ایستادن روی یک پا برای فلامینگو خیلی مهم است و برای همین از دوره کودکی آنها باید این کار را یاد گیرند. این ویدیو هم یکمین مشق این فلامینگوی خردک را نشان می‌دهد که کوشش دارد برای یک پا ایستادن را یاد گیرد. کسانی که این پرنده ها رو میشناسند میدانند که آنها دو خصوصیتی مهم دارند. یکم اینکه رنگ زیبایی دارند و دوم اینکه توانایی ایستادن برای یک پا را دارند. این چوجه خردکک هم در نزد مادرش ایستاده است و کم کم یاد گرفته ایستاده است که برای یک پا وزنش را نگاه دارد. چنانه که میبینید او موفق میشود و با مدت چند ثانیه میتواند که برای یک پا بایستد. اهمیت این موضوع در آن است که آنها برای یک پا خواب رفتن را دوست می‌دارند. سبب این تا حال معین نبود، اما دانشمندان میگویند که شاید فلامینگو در این حالت میتواند که بهتر بخوابد، انرژی کمتر صرف کند و دیرتر گرسنه شود. واقعا دنیای عجیبی است. ما حتی تصور کرده نمیتوانیم که بر روی پا ایستاده خواب رویم، اما فلامینگو برای یک پا میایستد و خواب میرود. حجره مخصوصی خواب در هواپیما. در سفرهای درازمدت هوایی فقط مسافران نیستند که خواب می روند، بلکه مهمانداران و خلبانها هم آدم هستند و نیاز به استراحت دارند. اما وضعیت آنها نسبت مسافران خیلی بهتر است، چون که آنها بر روی صندلی نمی خوابند. برای آنها در درون هواپیما چند حجره کوچک تخت‌دار تهیه شده است که می توانند در آنجا درآمده خواب روند. شاید این حجره‌های خردکک را در درون اتوبوس‌ها دیده باشید، اما حجره‌های هواپیمایی آن را می‌دانم که حالا ندیده اید. روش کاری مهمانداران این است که پس از پیشنهاد کردن خوراک و نوشاکی به مسافران و بعد خوردن خوراک می توانند که چراغ‌ها را خاموش کنند و مسافر در این مدت می تواند که خواب رود یا از تلویزیون استفاده کند و یا یگان کاری خودش را انجام دهد. مهماندارها هم که وظیفه خود را اجرا کردند می توانند که به این حجره‌های کوچک رفته استراحت کنند. این حجره‌ها در بالای آشیانه فرست کلاس و در پشت کابینه خلبان‌ها قرار دارند. مثلا این حجره‌هایی که می‌بینید از هواپیمای بوئینگ 777 هستند و خیلی خرد هستند، اما در درونش امکانیت‌های مثل بالشت، ادیال و پرده هست که آدم می‌تواند به روشنی و آسانی استراحت کند. حجره‌های بعضی از هواپیماها هم تلویزیون و حاجتخانه هم دارد. هواپیمای بوئینگ 787 8 عدد تخت خواب دارد که همه کارگران هواپیما می‌توانند درآمده استراحت کنند. این را هم باید بدانیم که استفاده از این حجره‌ها و جای‌های خواب فقط به کارگران هواپیما اجازه داده می‌شود و برای درآمدن به این حجره‌ها از در رمزدار می‌گذرید. اینترسپتور برای جمع کردن پرتوهای رودخانه‌ها. این پرتو جمع کن نتیجه چند ساله‌ها فعالیت مهندس‌ها و پیشرفت تکنولوژی است. اینترسپتور یک ماشین کلان است که توسط یک شرکت هلندی ساخته شده است. این دستگاه می‌تواند پرتوهای رودخانه‌ها را جمع کند تا آنها به دریاها و اقیانوس‌ها وارد نشوند. ساخت یکم اینترسپتور عین حال در حال جمع کردن پرتو در دریای جابا در اندونزی است.
دانشمندان میگویند که 80% پرتوهایی که ما در اقیانوس ها میبینیم از همین رودخانه ها وارد میشوند و اگر ما پیش راه آن را گرفته توانیم دریا و اقیانوسی پاکتر و تازه تر خواهیم داشت. طرز کار اینترسپتر خیلی آسان است. دهانه کلانی دارد که با عرض رودخانه برابر است و وقتی آب به درونش می‌دراید هر پرتو وارد شده را در درون خود فیلتر کرده جمع می‌کند. بعد هم همه این پرتوها را به درون یک کانتینر جمع می‌کنند. وقتی کانتینرها پری پرتو شدند، اپراتور آنها را به ساحل میبرد تا در یک جای معین آنها را جمع کند. بله، به همین آسانی رودخانه‌ها، دریاها و اقیانوس‌ها پاک می‌شوند و دیگر در ساحل دریا شاید شما پمپرس کودک را نبینید. تشکر که تا آخر ویدیو با ما بودید. فکر شما درباره این چیزهایی که بار اول دیدید چیست؟ حتما فکر و نظرات خود را در کامنتاری نویسید. برای بخبر نماندن از ویدیوهای نوبتی ما به کانال ابونه شوید.